سلام كمسك الختام. پدر جان، نماز قضایی را چگونه میخوانیم؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، اول درباره نماز به تو خبر دهم که نمازی که در وقتش گذاشته می شود آن را نماز ادا می نامند و نمازی که بعد از گذشتن وقتش خوانده می شود آن را نماز قضا گویند. بی سبب قضا کردن نماز گناه کبیره به حساب می رود. اگر چنین شده باشد شخص باید توبه کند. فرزندم، اگر نماز بامداد با سبب قضا شود تا در آمدن وقت نماز پیشین هم سنتش و هم فرضش قضا خوانده می شود و بعد از آنی که وقت نماز پیشین در آمد تنها فرض نماز بامداد قضاییش خوانده می شود و دیگر نمازها باشند تنها فرضهایشان قضا خوانده می شود و سنتهایشان قضا خوانده نمی شود و این چنین 3 رکعت نماز ویتر واجب نیز قضاییش خوانده می شود. پدر جان، نماز قضایی را کی میخوانیم؟ فرزندم، برای برپا نمودن نمازهای قضایی وقت معینی نیست. آنها را در همه وقت چی روز و چی شب گذاشتن ممکن است بغیر از وقتهای مکروه که خواندن هر گونه نماز در این وقتها مکروه است. یکم این در وقت طلوع آفتاب، دوم در وقت قیام آفتاب در نصف روز و سوم باشد در وقت غروب آفتاب و بغیر از این وقتها می توانی نمازهای قضاییت را در همه وقت بخوانی. پس فرزند عزیزم، اول این که حرکت بکن که همه این نمازهایت را در وقتش بخوانی تا آنها را قضا نکنی، چون بی سبب قضا کردن نماز یکی از گناهان کبیره می باشد و اگر نمازهایت با عذر شرعی قضا شوند پس حرکت کن که قضایی آنها را تیزتر بخوانی تا که از یادت نرود، چون این قرض نزد پروردگار است. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. نوار را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.